این چشمه ماهی های به فکرم ها؟ بله. خیلی از بس که برادرها کم هوا اورگین است، کم هوا بوغای ما با طرز اجدی نشان نمیتوانیم که نکه اصرایی میدونی چی باشه با اینجا یک بزرگواری در دهه خوجی بالا. خوجی بالا نوع شهر نو. ماشاءالله. من همین بود هوا نقش شد که همین بود هوا ده منم شاهد میشه. من آبی که من چشمه بود که چشمه که آبی ماهیا بود خنک میشه که گرم میشه. این معجزه خداوند ببینه که گرم میشه وقتی که در تابستان باشه خنک. این آب نمیشه آبی خطر بلاغ میگن. این آب رو برای من جلوتکا درد، برای من مثال اگر یکون وای میشه تو بست یکون مازش چرا؟ این تلخ خیلی یک بزرگ این بلاغه. این آب شفاه نکنه؟ این چشمه ماهی های او منظره بینیم با نام الله. منظره زیبا نکنه. قریب 3 دهه آب میشه استعمال میکنه. زور ماشاءالله. و در فصل تابستان در این یا سیل میشه و بسیار جوان بسیار آدم ها روی همون چیز دیگر رو میدونن میبینن خیلی اینجا تماشا میکنن. تقریبا همین چینارو چند سال شده باشه اکه واخوری میکنن. این چینارو اکو بابا کلانمون ما پرسیدیم گفتن که وقتی ما گفتن همین خورد بودیم همین چینارو همین خیلی بود. هیچ که دایره نداره. ممکن یا سین سالش معلوم نیه به فکرم. 5-6 عصر شدگی ده ممکن. سین سالش معلوم نیست آخه. ممکن 10 عصر زیاد شدگی. 10 عصر شده. خیلی ممکن. هیچ نمیدونه. بسیار چناروی عظیم جوسه. برای که بابا کلانمون ما بابامون پرسیدیم و یا باباهاشون پرسیدگن گفتگن که ما خورد بودیم همه چنار همه خیلی بود. اگه از ما مثال یکم معلومات پیش خودمون گفتن نمیتونیم برای که چیزی که فهمیدگیم همون گپ میزنه. اینجا چی باشه الان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تو با گفتی آدمای بابامون نقل کردن که در اینجا دوره وای بودگی عسکری سرخ و باسمچی و منم خیلی چیلخونم دیگه. بعد امیجا با قاری بچه‌ها در اون وقت هم مثال قاری بچه‌ها بودگی در من خانه و در چیا شرایط بودگی نیست. مقصد چه با همینجا رو چیلخونه من همینجا چیله میشتم که درون این من درون این کو مثال اگر حاضر یگان روشن دهنده میشه چی میشه درون رنگ یک خانه بره. مثلا که باز چیزی تلفن روشن میشه. این سالای نزدیک اینجا دیگه هیچ که چیله که نشده است مثلا درونش تازه کردگی نه ممکن که یگان چی پر شدگی نه که در حقیقتا من کدام آدمایی که آمده باشن همینجا دیده باشن همین یا 10 سال 15 سال پیش همینا خودشون گپ میزنن که همینجا در حقیقتا چیله خانه بودگی تلاوت قرآن میکردگی. روشن اگر در سیما بر روشنک باشد میتونیم برام حالا یا روزی هوا مساعد باشد و نصیب کرده باشه همون روشنی دهنده کلام میبریم بعد پره ان شاء الله ما بعد در درون غار معلومات میتیم ده چی گفته ان شاء الله. خیلی از بس که هوا ابرناکه بعد تومنه درمانش قینتر و فکرم چون تاریک در اینجا در کدام فصل باشه مثلا وقتی میبی طبیعت همه خیلی رفته مثلا در زمستان برگ نیست مثلا سبزه نیست یواش نه که طبیعی همه خیلی چیزی داره که آدم رو در حیرت میمونه. در تابستان باشد وقتی که همه درخت‌ها سبز میشه چی میشه با بهترین همه خیلی منظره‌های میشه که از جای
خیلی 19 بزرگوارا وقتش بود امروز 19 январ نه خیلی سال 2022 خیلی زمستان هوا اینقدر خنک هم نیست لیکن خیلی اگه موقعی که نمایشی که مثل من نواری که شما کارسده موقعی یگان چه پیشگویی مثال چی میگن ولی مشخص اگر یه روز با تیاری میبینه انشاءالله شروع ما همیشه پرسیده در کجا چی هست چی نیست ما همیشه با معلومات میتیم حتی زیر خیلی کم هم باشه خیلی ما با کمتر معلومات همین آرامگاه در کار بود من اینجا دو تا قبر رفته من حاجی مظفر میگفتن این کسان برای همون وقتی پیش هم بابامو نقل میگه برای اسلام بسیار خدمت ها کردگی امام بودگی من تیموری دادخواه میگم این قبر رو این هم همه خیلی مولا قاری بودگی ماشاءالله خیلی اینجا بسیار نقل هست اگر ما کویم کتاب هم هست در این باره کتاب هم نویسندگان با نقلش و یا با خیلی چیز جمع کردن میتونیم این تو چند سال است؟ این تو من فهمیدگیم همه که 1000 سال زیاد میتونه باشه این تو اول راست بودگی قامتش راست بودگی وقتی که بسیار از این جوستش شدگی مثل من چی میگم بله مثال همین بعد استاسته همه خیلی خم شده موندگی ده لیکن تو عمرش ممکن یگان 1000 سال می همه خیلی گفتگی ده در کم کتابی هست یک کتابی دوره شفقت همجا به همه معلوماتش خوندم حتی برای این تو معلومات هم هست بله این تو بسیار وقتی میپزد شیرین مایده رنگ مرواری هم شیرینی که مازش با تمام یک مازه بهترین داره من اینجا طرف قبرستان همه دهه قبرستان همه دهه بالای همین زیارتگاه با انکو این پامونکو رو میبینید این رو یک آدم سخاوتمند همه حسابی فوند خودش از برای لیلا برای همه مردم و بود نشبی بود چی بود همه رو دشوار بوده یعنی دشوار بود وقتی که این رو کردن این خیلی آسان شد من خداوند انشالله چند صد ساله که آدم ها در اینجا خدمت میکنن این خدمت میکنه اجر و ثوابش انشالله خداوند برکات کرد چشمانش چشمه ماهیانه اینجا چشمه ماهیان اینجا مزاری چشمه ماهیان میگن خیلی باقی در پناه خدا باشید ما انشالله همون غاری که دیدیم باز یه روز نصیب کرده باشد پوره معلومات رو جمع میکنه از چه خیلی که از معلوماتی که فهمیدگی همین رو بسیار کمی هم باشد اگر با ممکن آدمای میدونستگی اگر تماشا کنه ممکن باید بود پورتر میدونه هم کمی هم باشه خیلی برای یک آدمی که سال همین چیزا بسیار توجه دارد میخواد که تاریخی یعنی چیزای تاریخی بله همه خیلی رسانده تو نیستیم هر باقی در پناه الله باشد ما انشالله با دوامش رو یعنی با این برادرم معلومات رو پوره میکنیم انشالله من خودم همه دهه هستم شما از این دهه خوجی بالا خوجی بالا در همه جماعت در نوع شهرنه جماعت چوزی بود حوض چوست میگو همه راه کلونی که هسته جماعت چوست میشه بعد 5-6 کیلومتر بالا همه مزار جایگیر است
خیر انشالله دوامش رو باز ما یک روزی هوا مساعد باشد البته باز به نوار میگیریم حتما همون قولی که دیدیم انشالله میداریم من با یک بار دیگه نشون دادم من خیر از همینجا من درآمدگاه من اینجاش من است این منظرش بسیار زیبا وقتی بهار میشد بود تماما دلکش میشه بعد در بالا گفتیم که مثال از تابستان به اینجا سیرگاه میشه مردم خرد و بزرگ تماشا میبینن انشالله خیر در امان الله باشه همش خداوند معجزه باشه